سلام، رضا تاریباشان هستم. امروز 22 شهریور 1404 است، در اتوبان همت، در ترافیک عجیب و غریبش، ساعت حدوداً 7 شب در تهران به سمت مرزداران. اما یه اشاره میخوام بکنم به یه نحو جامعه شناختوار از وضعیت دفاتر مهندسی که در این 20 سال گذشته در آنها کار کردم و یه مقدارم شاید در قصه‌های مختصر من اثر گذاشته این دیدگاهی که از دفاتر مهندسی داشتم. کار من مهندسیه، کار فنی، و معمولا توی دفاتر شرکت مشاور، مهندسین مشاور یا پیمانکار تو این 20 سال گذشته مشغول به کار بودم. حالا در اصلویه، در خارک، در نمیدونم جهرم، در استانهای مختلف، چهارمحال بختیاری، در شهرهای مختلف بسته به موردهای مختلف، خیلی جاها، تهران، خیلی جاها، در دفاتر مهندسی، در پروژه های گوناگون. به هر حال درآمدی که کسب شده است و خدا رو شکر سپاس از درآمد مهندسی بوده، مهندسی برق در پروژه های کم و بیش نفتی یا گازی و ساختمانی. به هر حال لک و لک کنان یه درآمد مختصری در اومده و خرج شد و شکر ایزد. اما یه چیز عجیبی در دفاتر مهندسی هست. ببین، چارچوب کاری در ایران، حداقل من شاید به خاطر اینکه شرکت خیلی عوض کردم، شاید مثلا بالای 14-15 تا من شرکت عوض کردم، یا حداقل محل پروژه های مختلف عوض کردم. بعضیش به صورت منپاوره. منپاور یعنی چی؟ یعنی که برای مثال یه شرکت میاد شما رو با عنوان مهندس جذب میکنه، یه مدت میذاره تهران، یه مدت میذاره اصلویه، یه مدت میذاره مثلا توی استان دیگه. حالا به هر حال تو لیست بیمه بالای 14-15 تا شرکت مختلف هست، یا نه شرکت ها دست به دست عوض میشن و کارفرماها ثابت میمانند. به هر حال دفاتر مختلفی من کار کردم، دفاتر مهندسی و کارگاهی، صرفا مهندسی نه، کارگاهی، نظارت کارگاهی و مهندسی، که معمولا جمعی از یه مهندس مکانیک در ایران، یه مهندس برق، یه مهندس سیویل، یه مهندس صنایع است، یکی دو تا دفتر فنیه و حسابدار و غیره و غیره. تعداد معمولا محدوده. همین 5-6 نفر، 6-7 نفر شما بسته به نوع پروژه در ایران میتونی مثلا ضرب در 2 کنی، ضرب در 3 کنی، ضرب در 4 کنی، بسته به حجم پروژه. ولی معمولا چارچوب ها اینجوریه. اکثر پروژه ها تک نفرند. پروژه ها بیشتر متوسطن و تک نفر، 2 نفر نهایت بعضی از دیسیپلین ها. ولی یه اتفاق عجیبی که میفته، یعنی منظوری که همون 5-6 نفر شما ضرب در 2 کن، 3-5 بسته به حجم پروژه، ولی بیشتر از اینا کم پیش میاد که باشه، یا حداقل محیطاشون رو محدود میکنن، گزینه ها رو به صورت بخش بندی میکنن. ولی به هر حال اون پروژه‌ای که من کار کردم پروژه متوسط و پروژه بزرگ، البته پروژه ملی عظیم بوده، ولی تعداد معمولا تو همچین رنج هایی هست. مثلا تو اصلیه خب تعداد خیلی بیشتر بود، البته تو اون پروژه که ما بودیم و تو اون بخشی که ما بودیم که QC یا بازرسی و قبضا دقیق. حالا به هر حال وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، میخوام بهتون بگم که یه تعداد مهندس جمع میشن دور هم دیگه و کار پیش میره، کم و بیش. کارم کار روتینیه، خیلی چیز عجیب و غریب و شگفت انگیزی نیست و خوبه. به هر حال یه درآمد مختصری ازش هست و بدک نیست دیگه، واسه رفع کودی بد نیست. به هر حال لک و لک کنان زندگی ادامه پیدا میکنه. اما چیز عجیبی که درش هست در این 20 سال گذشته در تقریبا همه پروژه ها اینه که مهندسا با هم دیگه معمولا نمیسازند و غم و اندوه و بد اخلاقی و بد خلقی و یه جور، حالا نه الزاما زیراب زدن، نه زیراب زدن من به اون شدت ندیدم، واقعا من ندیدم، واقعا نه، من یادم نمیاد. بوده مواردی، بعضی مواقع به هر سرپرست یک کارگاه یا یه مهندس بالادست حق داره، آقا یه مهندس پایین دست یا نفرات زیر دستش خوب کار نمیکنن یا اون کاری که باید شاید انجام نمیدن و طرف باید انتقال بده و حقشه. من با این قضیه اصلا مشکلی ندارم، چیز طبیعی 2 تا 4 تاست، کار باید خوب انجام بشه. ولی در حالت نرمال هم
با هم نمیسازن. سر سلام دادن، سر اخم و تخم کردن، سر جواب ندادن، سر گروه بندی، یعنی دائم یه ستیز ابدی بینشون هست. نه همشون ولی بیشترشون. من در اکثر پروژه‌ای که بودم یه جور کشاکش پایان ناپذیر بین مهندسان هست. کارگر پایین دستن و ما مستقیما معمولا با کارگر در ارتباط نیستیم. اکثرا هستیم ولی نه به اون شدت. معمولا یه مهندس ناظر بالا دسته و زیر دستش یه مهندس اجراست و اون مهندس اجرا خودش مستقیما معمولا با سرپرست پیمانکار کار میکنه و سرپرست پیمانکار با کارگرها. یه همچین سلسله مراتبی هست که حالا گاهی تغییر میشه. ولی بین خود مهندسا عجیبه. تو این پروژه های گوناگونی که من رفتم یه ستیز دائمی اخلاقی هست که با هم سازگار نیستن. 5 نفر آدم، 10 نفر آدم، 4 نفر آدم خوبن ها، خیلی وقتا هم حال میکنه، اما دائم این تنش زیر پوستی وجود داره. یک تنش زیر پوستی وجود داره و انگار با هم نمیسازند. حالا من این فیلم های ژاپنیا و چینیا و غیره که میبینم در پروژه هاشون در شرکت ها و یا فیلم هایی که میبینم همه چیز به نظر خوب میاد، ولی بعید میدونم اینجوری باشه. میخوام از این نتیجه رو بگیرم بر اساس تجربه خودم که انسان ها، حتی انسان هایی تا یه حدی تحصیل کرده، خیلی با هم ناسازگارن. خود منم ممکنه جزوی از اونها باشم، با اینکه معمولا کوشیدم این گونه نباشد، کوشیدم سازگار باشم، ولی دیدم که معمولا اخم و تخم و سر سلام دادن های ساده، یه ستیز های، و معمولا بحث پولم الزاما نیست. اینم خیلی نکته مهمیه، صرفا بحث پوله نیست. ببین الان رنج مهندسی یه عدد مشخصی کم و بیش، تو هر استانی که بری خیلی اختلافای عجیب و غریبی به اون شکل وجود نداره. هست، نمیگم نیست، ولی نه اونقدر که بنیادی باشه اختلاف عدد بین مهندسان گوناگون. مثلا شما 10 سال سابقه کار، 15 سال سابقه کار، 20 سال سابقه کار، معمولا یه رنجه که همه میدونن. حالا ممکنه یه چند تومن کم و بیش بالا پایین بشه، اونم مهمه واسه خیلیا، ولی اونقدر به نظرم تو این داستان اثرگذار نیست. چه حقوق بالا بگیری چه حقوق پایین بگیری، این ستیزه هست، یه ستیز زیر پوستی بین مهندسان. و من واقعا اینو تقریبا همه جا دیدم. همیشه یه گروه بندی های بین حتی 5 نفر، 3 نفر، 4 نفر. من یادمه یکی از بهترین پروژه‌ای که توی این 20 سال گذشته کار کردم یه پروژه ساختمانی بود، یه برج مسکونی، یه لوکس بود توی شرق غرب. من مهندس ناظر اون پروژه بودم و خیلی هم خوش می‌گذشت. گروه خوب، فکر می‌کنم 5 نفر یا 6 نفر بودیم و حس خوبی داشت. ولی ما 5-6 نفر دائما با هم در کشاکش بودیم و خوشم می‌گذشت، اما ستیزه وجود داشت. X با Y دعوا می‌کرد، Z با Y، و به همین نسبت هی میچرخید. من بعد از 3 سال که اونجا بودم، فیکس فکر کنم 3 سال من تو پروژه کار میکردم. برای کلمات انگلیسی نمیخوام استفاده کنم، ولی به خاطر اصطلاحات مهندسی گاهی اوقات تو ذهنم نشسته. ولی تو اون 5-6 نفر 5 نفر فکر میکنم بودیم. معمولا همینی که خدمتتون گفتم، یه مهندس برق، یه مکانیک، یه سیویل، اگر باشد یه معمار، مثلا نمیدونم یه مهندس صنایع یا نقشه بردار، معمولا 4-5-6 نفر بیشتر نیستن. من اونجوری که حساب کردم تقریبا هممون با هم دیگه کنتاکت های یا ستیز های پی در پی داشتیم و طی سال باز دوباره برمیگشتیم و باز دوباره این چرخه ادامه داشت و این عجیبه. با 4-5 نفر آدم نمیتونی با هم دیگه بسازید اونجوری که باید و شاید، یعنی اون حس محبت و دوستی عمیق رخ نمیده. چرا؟ نمیدونم. ذات انسان ها در تنش و تکاپو و ستیز انگار. شاید همیشه بسیم تعجب بود، ما مهندسیم، چندانم بحث پول نیست. سر سلام دادن ها، کی اول سلام بده، کی بعدن سلام بده، سر جای صندلی، سر میز، نه تو یه پروژه، نه تو 2 پروژه، در پروژه های گوناگون. این داستان تکراری
هست که هست. عجیبه. و قاعدتا ببین مهندسا از مثل خود من از طبقات متوسط هستن، طبقاتی که توان مالی متوسطی دارن، نه حالا بالا نه پایین، احتمالاً حالا پایین هم داشتیم ولی یه رنج متوسطه و ناسازگارند. یعنی این کشاکشه هی سازگار میشه و ناسازگار میشه و عجیبه چرا آدم ها با هم دیگه نمیتونن خوب بسازن بی کمترین تنش. و این تنش زیرپوستی وجود داره تو دفاتر مهندسی. من که واقعا بارها و بارها دیدم و همیشه برام تعجب برانگیز بوده. یه بخش عمده ای از اجتماعی که من به عنوان یه نویسنده کار کردم تو این 20 سال گذشته، چون زیاد اهل رفیق بازی نیستم و اساسا نیستم، زیاد نه، اساسا اهل رفیق بازی روس بازی نیستم. یه بخش مهمی از اجتماعی که بوده است جز خانواده خودم در طی این سالها همین دفاتر مهندسیه و این ستیز زیرپوستی و الزاماً زیرپوستی نیست، خیلی وقتا بیرون زده. من دارم میبینم و حسش میکنم. خودم سعی میکنم که از این قضیه کنار بکشم ولی آدم رو آلوده میکنه و عجیب و شگفت‌انگیز و دردناکه و یه جورایی امید آدم رو به آدم ها متزلزل میکنه. قوانین رو الزام آور میکنه که قوانین باید باشه که اینا با هم دیگه بسازن، چارچوب ها، اون آزادی و رهایشی که باید باشد این کار نمیتونه باشه. حتی بین آدم های تحصیل کرده، بین مهندسان که شرایط مالی معقولی هم دارن در رنج متوسط این سرزمین در این روزگار و این عجیبه. اما من خودم چیزی که دیدم در خانواده پدری خودم، یعنی در خانواده خودم در حضور پدر و مادر داشتم بهش فکر میکردم و با یکی از آشنایان، یعنی با یکی از برادران داشتم صحبت میکردم و غیر از خانواده شخصی خودم، یعنی پدر و مادر و ما چند برادر خواهری که در یک خانواده زندگی میکردیم و واقعا یادمه اون احترامات و این داستانا بود و تنشی نبود، همه چیز چارچوبمند و معقول بود. با پدر نیکمردمان خدایش بیامرزد و در بهشت مقیم باشه ایشالله، خداوند پدر ما رو رحمت کناد، ولی واقعا تنشی در کار نبود، احترامات بود، سلام دادنها سخت نبود، چه برای خودمون چه برای خانواده اطرافمون. با وجودی که خانواده های دور اطرافمون، نه همه اما خیلی هاشون، این مشکلاتی که در دفاتر مهندسی بود به شکل خیلی حادتری داشتن. تنش های دائم در خانواده های اطراف ما هم بود، ولی اون تربیت و آموزش پدر و مادر که مادر رو ایشالا خداوند سلامت نگه داره و پدر رو رحمت کناد، در اون 20-30 سالی که با خانواده من زندگی کردم این تنش یا وجود نداشت که واقعا یادم نمیاد، یا اگر هم بوده خیلی ناچیز بوده. شاید بین فرزندان، بین من و برادر و خواهرم به هر حال رفت و برگشت هایی بوده، اما بین آدم ها، بین خودمون، بین درون خانواده خودمون و دیگران، به خاطر اون احترامات و ادبی که پدر و مادر آموخته بودند چیزی، تنشی، ستیزی وجود نداشت و در خیلی از خانواده های دور اطراف ما وجود داشت، چه در بعضی از خانواده های دور اطراف ما. ولی این دفاتر مهندسی در این 20 سال 21-2 سال همیشه منو شگفت زده کرده و رنجور که چرا اینا نمیتونن با هم بسازن، چرا کنار نمیان. خود ما به یه نحوی به تدریج آلوده میشیم، یعنی خود من هم دردناکه ولی یه واقعیتی، یعنی حساسیتت میره بالا و واکنش ها روت اثر میذاره
نمیدونم، واقعا نمیدونم. این تنش های گوناگون، این یه مثالی هم که از خانواده خودم و پدر خدا بیامرزم گفتم، به خاطر این بود که بگم که شدنی است. من که دارم به گذشته نگاه میکنم و خوب نگاه میکنم، میبینم واقعا شدنی که این تنشه نباشه، این ستیزه نباشه و نبود تا اون زمان نبود، تا زمانی که زنده بود نبود. ولی من دارم میبینم در اکناف و اطراف خودم و در محیطی که 24 ساعت اونجا هم دیگه، 24 ساعت که اغراق، مثلا روزی 8 ساعت در دفتر مهندسی هم دیگه یا دفتر نظارت کارگاه، و این تنش ها هست و این عجیب و شگفت انگیز و دهشتناک، دردناک. اینجوری بازم به حال یه نظر چجوری بهتون بگم بالینی بدم از وضعیت موجود دفاتر نظام مهندسی، که دفاتر مهندسی در شرکت‌های گوناگونی که من تجربهشو داشتم. یه گزارشی که اینجوری که مثل فیلم‌ها بهش نگاه نکنید، اینجوری نیست، پر از خورده تنش‌های آزاردهنده، کسل کننده است و تکراری. هر جا که میری همینه، تقریبا هر جا که میری، هر شرکتی که عوض میکنی، این کشاکش، این ستیز هست که هست. اینجوری ما هم داریم میرسیم به منزل، ولی شدنیه که نباشد یا حداقل ممکن باشه. شدنیست، چون نمونه شدنیشو من دیدم در طی 30 سال. خداوند پدر را رحمت کناد، نیک مردی بود، و مادر را سلامت نگه داراد. پس شدنیه. داریم میرسیم فعلا تا وقتی دیگر.